صاحب این ورق 8 سال است منتظر اجرا شدن قراری است که در آن درج یافته است. در خانواده از 4 کلینه کودکی هر کمش 3 تا 4 تایی دارن. دتش ده خونه زندگی میکنه اویلا. اسماعیل با برادرانش در یک خانه 4 حجرگی زندگی میکند. آنها وقتی به نام پدرشان حکومت زمین جدا کرد خوشنود شدند. نمیدانستند اجرای این قرار امر محال می شود. وعده میکنه نمیتن. نیم قرارم دوستم نه پوشیده برافته تا حالا ندادن. چون این قرارهای به زمین که رئیس ناحیه امضا کرده است به گفت ساکنان در ناحیه واسه زیادند. نه مردکای کی مگه من ای خوالین ای شروبود ای شهر کلو من نه در جو زمین گرفتنه ما زوده همی قشلوق نه اینجا زمین گرفتن نتونستیم. رستم سفرов میگوید در هر دور اعلام جدا شدن زمین ناکام میماند. قرار آوردن دادم گفتن زمین تقسیم میکنیم زمین تقسیم کنی سرشید در روی خط نمهمون بود درستی گفت نمها بودک در روی خط رفتیم وقتی تقسیم کنی که سرشید رفتیم نمهای روی خط زدگی نیسته. بیشتری ساکنان واسه سرفرزندند. بعضا در یک خانه چند عائله زندگی میکند که دشواری های خود را دارد. ای جانم سر کدم ای زندگی امی حالا صد برشور ما گلک داریم کلن داریم خیلی سوز نمیگیرن. با قول ساکنان ناحیه واسه سال هاست به داد آنها کسی نمیرسد. کجایی که میرم یگون کس با مقامات دولتی با کاروبسای منطقه کلوب با کاروبسای ولایت با پروکراتور ولایت خاتلون عرضه نوشتم. ما در اونجا رفتم عرضه مرا قبول نکردن. آنها به مقامات مبارزه علیه رشوه به آن خاطر مراجعت کردند که به گمانشان در وقت تقسیم زمین داد و گرفت‌های غیر قانونی صورت می‌گیرند. نمی قرار آخه ایم قرار که جای ده باشه زمینه میگن نداره یگم جور ای جبته ندادنش. مقامات محلی وجود قرارهای به زمین را رد می کنند و می گویند هر کی مراجعت کند به دادش می رسند. ادعایی که مردم به آن باور ندارند. خیلی نمیدونم اکور دیگه میتونم نمیتونم